رئیس جمهوری دوره بوسنیا و هرزگوین ملادین ایوانیچ نخستین بار به شهر بلگراد پایتخت سربستان سفر کرد. او در آنجا با تومیسلاف نیکولیچ رئیس جمهور و الکساندر ووچیچ نخست وزیر سربستان ملاقات کرد. با نظرداشت ترکیب اقلیت‌های بوسنیا و هرزگوین در این کشور ریاست جمهوری سه‌گانه دوره وجود دارد و ماه نوامبر نوبت ریاست جمهوری به ملادین ایوانیچ سیاستمدار سرب رسید. در شهر توزلای بوسنیا 100 نفر از کارگران سابق یک کارخانه مفلس شده راهپیمایی اعتراضی به سمت خرواتیا را آغاز کردند. تظاهرگران راهپیمایی خود را حرکت به سمت اروپا نام گذاشتند و هدفشان درخواست پناهندگی سیاسی در خرواتیا عضو اتحادیه اروپا است. کارگران میگویند که حقوقشان در بوسنیا رعایت نمی شود و بعد مفلس شدن کارخانه هم هیچ یک از آنها جبرانی از کاردهنده نگرفتند. در شهر پشاور پاکستان تعمیر و ترمیم مکتب ارتش شروع شد که هفته پیش طالبان به آن حمله کردند و 150 نفر اکثرا کودکان را کشتند. عین زمان مردم برای گرامی داشت خاطره قربانیان حمله بیرحمانه به مکتب می آیند و نزد آن پیام همدردی و گل می گذارند. در شهر بیشکک پایتخت قرقیزستان طراحان قرقیز نمایش لباس‌های اسلامی را برگزار کردند. در این نمایشگاه لباس‌های نمایش دادند که طراحان قرقیز با استفاده از عنصرهای لباس‌های ملی مدرن و لباس‌های اسلامی دوختند.